میخوام بگم قصه شیرین و فرهاد و من که چجوری شدن عاشق و دلدار هم. همه فکر میکنیم عاشقیم ای وای من، ولی کور خوندیم دنیای من. روزی روزگاری فرهاد من عاشق شیرین شد ای وای من. دست بر قضا شیرین من جای اسیر شد ای وای من. از عشق بی خبر شیرین من، وای 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 فرهاد من. روزی روزگاری از کوه غم پیر مخوفی رفت پیش فرهاد من. پیر مخوف گفت به فرهاد من شیرین تو مرده ای وای من.